براون هیل کریک اینجا برای کاروان پارک و اینا هم هست. همونطور که شما اینجا میبینید بسیاری از مردم اینجا برای کاروان پارک میان یا براون هیل کنسرویشن پارک همینطوری پیش موره و جای زیبایی هست. مردم چادر میزنه اینجا. آره کمپینگ ساید مالی گود دی. اگر کسی از جاهای دیگه خواسته باشه بیه میتونه اینجا همین برای خود جای کمپینگ بکنه. از این قسمت دو تا راه داره. یکی این طرفی آب هست که همینطوری جنگله، اما یکی دیگه راه اون طرف هست که او راهش صافه. اینجا در واقع رودخانهش فعلا یک مقدار آب داره. مسیر راهی که از داخل یمی دره می خوبه. اینم ورا پیرنگا تریل است و این قسمت هم آبیه که از اینجا میاد و صدای پرنده هایی که در اینجا میشنوی خواندن میکنه. آره جا برای نشستن هم زیاد داره، صندلی هست که بیشینی. اینا چیه داود؟ کوکوبرو؟ زاغه کوکوبرویه. خب ما از اینجا میتونیم بریم. خفن نمیشیم که میتونیم که آماده شموشه. ای بابا هی بچه دیدید اگه از همینجا افتادیم دیگه هیچه. ای بابا هی. بله این شما فعلا داود روی درخت رفته. او بچه این درخت با این تنه دیگه زمین خورده. برو داود. آدمی هم مثل همین درخت های با این تنومندی یک روزی از پا در میاد. نگاه کن این ریشه این درخته. این همین براون هیل کریک که بیایی این قسمت اون طرف میبینید که چوکی هست، میز هست و یک جای خوب برای نشستن. اینجا هم که رودخانه‌اش هست، یک جای
این خیلی هم آبی تازه. آنو قسمت هم جای نشستن. گاهی وقتا از دل جنگل میزنیم. بعضی راه ها کانگاروره و ما رو به اشتباه میندازه. آره آره این بالای سر ما درخته، یعنی می شیشتکی هم از اینجا به سختی میشه که رد شد. این هم به قول داود میگه این درخت خیلی جالبه. از این بالا یک صدا میه، یا گاو یا کوالا. برو خشکه. یس دیگه منه آره همین جربله دیگه به حساب برای کاروان پارک و برای مردم هایی که تفریح میان. اینجا آمدیم به مزرعه گاو ها خوردیم. دیگه اینجا همه چی گاوه. یه تشینا کردن میخونه از بقتی. بریم داود. داخل کجا بریم؟ این یا میگی شینا میکنه راحت. بیار بزنیم ملخک بخوره ببریم خانه. اینجا دیگه خیلی جنگل زیاد راه نمیبینیم دیگه. اگه اگه مارمارم باشه دیگه کار دیگه ختمه.
من معلوم نیست دارم و 2 نفر از او بغل ما رفتن. I don't know. تو اول دیدیم 2 نفر. And Uy! مشت که دیگه نه بچه ها به این راه اومدیم راه ما کمی بهتر شد اینجا هم یک مزرعه گاوداریه فعلا به این قسمت 2 دنیشه اینجا فارمی گاوه همونطور که میبینید اینم چلمه گاوه یا فاصله گاوه هر که چلمه چمونه بیه اینجی مسیر به راهه خیلی هم خسته کننده. آره این هم بچه ها لایت اینجویه؟ آره سعی کن یک نه او دوربین گوشی تو گوشی من نه او روی خسته کم کنم نیست نه ما را گرفته پشت چرکنده اینم تخم مرغ ما آماده شد دیگه بزنیم رگ عزیزای دل دیگه اینی تخم مرغ آماده شده نزدیک شیفتا بگم نفقون مکار نه میزنه مرا ببره بیاره ببینیم که هفته پیش نوری سوخته قول است یا نه پوف مونه تاس خورده داغ نخور دیگه آره اینجا هم غروبی آفتابش باحاله هم ویوی بسیار زیبا داره که میتونی در تمامی این مسیر آره تمامی آدلاید از این مسیر میبینی واقعا خیلی جای خوبیه morning morning خیلی ترکی اینجا باحاله morning اینطوری که
نگاه کنی کل جمعیت یک شور نخوره یک جای ثابت تو حتی نخواه ولی ساختمون ها باید که این گریم این عکس فصل و ماهای مختلف. آقایون یک چیزی بگم، من سر اینی را واز ندانستم، هر کاری کردم ولی آقا داود دادم اینه یک دقیقه واز کرد برای من. خب عزیزای دل، ما کم کم به طرف خانه ماریم، داخل موتر سوار شدیم و این هفته به پایان رسید. هفته دیگه انشالله باز در خدمت شما خواهیم بود.